خیلی ممنون از آقای مهندس آریایی که زحمت طراحی و اجرای این پروژه رو کشیدن. ببینید من الان کل نمایشگاه رو چرخیدم تقریبا. من فکر کنم یه سر و گردن از تمام غرفه‌ها بالاتره. این سنگ‌ها همه توپره یا سالید، حالا به اصطلاح معمارا، هیچ کدوم با ماکت و با نمیدونم MDF و اینا انجام نشده. کلا سنگ یه تیکه است. این کروا رو شما ببینید. اینجا مثلا یه سنگ دیگه آقای بیاته که جزء معادن خودشون هستن. این رمپ اینجا رو شما نگاه کنید با سنگ گرانیت خود آقای بیات با ضخامت رساند. شیوه کار کردنش رو شما داشته باشید، یه کار خیلی قشنگه. و این طرف هم که نمای اینجا که دقیقاً الهام گرفته از سد منجیله، یعنی یه کار واقعا ایرانی، اصلا با بقیه غرفه‌ها هم از لحاظ کیفی هم از لحاظ کمی کاملا متفاوته. این یه مدل طراحی برای المان‌های شهری و نیمکت‌ها استفاده از سنگ سالید انجام شده و آقای مهندس واقعا ما را شرمنده خودشون کردن با این طراحی. واقعا ما خجالت می‌کشیم پیش ایشون حرفی از سنگ بزنیم. واقعا یه کار خیلی حرفه‌ای و خیلی تخصصی انجام دادن. ببینید سنگ یه تیکه بدون اینکه بخواد حجمی کاری شده باشه یا بخوای تو خالی انجام شده باشه، یه کار خیلی حرفه‌ای انجام دادن. با این دقت کرده باشید اینا یه چیز نامبروان تک تک شد. اینم که با سنگ دهبیده خود آقای بیاتیناست، بسیار حرفه‌ای. خیلی ممنونم از آقای مهندس و آقای دکتر عیسی‌زاده که به هر حال تمام مراحل بخشی از کار بودن. ان شاءالله که بتونیم تو نمایشگاهی داخل ایران هم آقای بیات به